گفتم میشه یک دفعه حق داری به اولاد یک چیز بگی، دو دفعه زیاد که وسواسیست، سه دفعه. از سه دفعه زیاد یک گپ بر اولاد نگوین. اگر نمیکنه برین کمک بگیرین، مشکل داره. خود اولادم میفهمه. بچه درس بخون، یک دفعه حق داری بگی، نه دو دفعه سه دفعه. سه دفعه زیاد گفتنش فایده نداره. برو کمک بگی، مریض است که نمیخونه، مشکل داره که نمیخونه. در غیر از اون من امروز شروع میکردم، امروز پنجشنبه است، از شروع سمینار تا بالی. حالی گپا چند جام شده میره حوصله تو رو میگیری که یک گپ میست. امروز پنجشنبه است، خبر داری؟ امروز پنجشنبه است، پیش از چاشت پنجشنبه است. امروز 10 بجه روز پنجشنبه است. امروز پنجشنبه است. یک روز پیش از جمعه یعنی پنجشنبه است. یک روز بعد از چهارشنبه است یعنی پنجشنبه است. کل سمینار مهمی بود. خلق تنگ میشه، فهمیدم پنجشنبه است. اینی گپا برای کودک از بس که تو تکرار کردی خودش خبر داره. اگه باورت نمیشه بگو من دیگه میگم چی میگم. مثلا کودک تپرسا بگو جان مادر من که تو که از من پیسه میخوای، من چی میگم؟ بعد شروع میکنه میگی پیسه خب ما پیدا نمیشه، خاک در سرت، او پدر مانند پدرت هم گم شد رفت، ما پیسه از کجا کنی؟ کل لکچر تا بلد است تا بالفاظ یاد گرفته. چرا زیاد گفته برید؟ تکرار نکنین، گپ تکراری فایده نمیکنه. به می خاطر میگن عصر نصیحت نیست. میگه چرا عصر نصیحت نیست؟ میگه نصیحت عبارت از گپای تکراری است که خود شخص هم میفهمه. خیر یک گپی که خود شخص هم میفهمه تکراری است، چرا ما باید برش بگیم؟ بنا نگویید.